ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم یکم، گفتاری 14. سیر درویش آباد عادتاً هر هفته روزی سه‌شنبه پگاهی سر شده و روزی چهارشنبه تا چاشتگاهی دوام می کرد. ما پگاهانی سه‌شنبه از خانه برآمده گژدوان رفته به خانه استای کاسگر فرا آمدیم. حولی از آدم پر بود. آن آدمان مهمانان نبوده، کارگران استاخانه های کاسگری بودند. همه آنها با جوش و خروش طرف تیار می کردند. بعضی آنها کلوخ می تراشیدند، بعضیشان دارو می کوفتند، بعضی دیگرشان دارو را با چویند پاره های بیخته می آمیختند و بعضیشان طرف جای می کردند. طرف ظرفی بود مانند آفتابه چوینی، لیکن دسته و نول نداشت. اینچنین طرف زیرینش هم سوراخ داشت. طرف جای کنندگان سوراخ زیرینی وی را از درون با کلوخ بند کرده، از بالای کلوخ دارو ریخته با چوب اوغورچه دسته مانند زده زیر می کردند. دارو عبارت از باروت، داروی ملتق بود که برای گلریز کردن آتش آن در وی ریزه های هر گونه فلزات، متال و از این جمله چویند ریزه ها آمیخته بودند. رهبری سیاحت ما ابراهیم خواجه بعد از قدری تماشا کرده ایستادن هنری طرف جای کنی و داروسازی از آنها پرسید: در این کار چقدر مبلغ صرف می شود؟ در هر طرف تخمینا 10 تنگه. یکی از آنها جواب داد. خرج را کی می دهد؟ ابراهیم خواجه باز پرسید. ما کارکنان کاسگر و مابرین کارکنان کاسگرخانه های چویندریزی و دیگر کارخانه ها. از این کار به شمایان چی فایده؟ اگر ما به حریفان خود که وابکندی ها می باشند در طرف بازی غالب براییم، برای ما دولتی بزرگ خواهد بود. از این بهتر در دنیا باز چی فایده هست؟ در روی صفه بر بالای کرپچه میزبانی ما صاحب حوری استای کاسگر چارزانو زده می نشست. او به طرف ابراهیم خواجه چشمک زده با تبسمی استهزاکارانه به گپ همراه شد. اینها و عموما کارکنان کارخانه ها را دیوانه بچه می نامند. اینها نه پروای زن و فرزند دارند، نه غم خوراک و پوشاک. دلخوشی یگانه اینها سال 2 بار در سیر درویش آباد و در بازار شب ماه رمضان طرف بازی کردن است. اینها جوانان خوشوقت می باشند. من هم آرزو داشتم که در قطار اینها بوده زندگانی خود را با خوشی و خرمی گذرانم. حیفا که اشغال دنیا، وابستگی زن و فرزند و تشویش زندگی مرا از این کاری بیغمانه محروم کردند. ابراهیم خواجه می خواست به او گپ زده به این فکری وی مقابل براید، اما استا به این کار راه نداد و به او معنی دارانه چشمک زده سخن خود را دوام داد. هرچند خودم از این بازی محروم باشم هم با راه به اینها یاری دادن آرزوی دل خود را میشکنم. گفت ابراهیم خواجه تعجب کنان. شما به این کار از جیب خود پول هم میدهید؟ استا یک بار دیگر به او چشمک زده جواب داد: از جیب خود دادگی برین یک کار میکنم دیگه. مزد کاری 1 ساله بیشترین اینها
به طرف بازیشان که سال 2 بار می شود نمی رسد. بنابراین من وقتی که اینها برای بازی به پول محتاج شوند، از بالای کاری آینده اشان پیشکی به طریق بونک پول می دهم. انا همین برای کسی که در دستش پول نیست و محتاج است یارمندی کلان می شود. استا بعد از قدری خاموش مانده کارکنان را از نظر گذرانیدن باز سخن خود را دوام داده علاوه کرد. شما گمان نکنید که فایده بونک برای کارکنان تنها همین است که آنها با این طرف بازی خود را دوام می دهند. این طور نیست. این یک فایده دلخوشکنی بونک است. فایده اساسی بونک در این است که کارکنان به این واسطه به یک کارخانه بسته می شوند. درخت در یک جا سبز می شود گفتند و روز به روز هنر و ملکه‌شان زیاد می شود. اگر خدا بختشان را گشاید، خودشان هم با هنری خود صاحب کار شدنشان ممکن است. چنانچه من هم در جوانی خود شاگردی و خلفگی می کردم. اگر همین بونک در میان نباشد، اینها با تقاضای دیوانه بچگی خود به یک تنگ مزدی بر زیاد فریفته شده هر روز از کارخانه به کارخانه می گذرند. در نتیجه در بدری از بلند کردن درجه هنرمندی خود باز می مانند و به بالای این دلی صاحب کاران از اینها سرد شده به کارخانه راه نمی یابند. عاقبت سرسری گرد، پیمارباز یا اینکه دوست شده می روند. دل من از پرگویی میزبانمان تنگ شد و از ابراهیم خواجه خواهش کردم که ما را زودتر به سیرگاه برد. ما به سیرگاه رفتیم. سیرگاه در طرف غربی راه کلانی بود که از بازاری گاو غژدوان برآمده و طرف بخارا می رفت. این راه از دهنه بازار تا مدرسه چوبین غژدوان مانند یک خیابان وسیع و راست می رفت. فقط دو طرفی راه بی درخت بود. در طرف غربی این راه 10 هکتار برین زمین 4 کنجه بود که سیرگاه در آنجا برپا شده بود. این قطعه به پلهای یک تنابی، نیم تنابی کشتزار جدا شده باشد هم صاحبان آن زمین در اولهای ماه سپتامبر کشتهای خود را غنداشته گرفته برای سیرگاه مهیا کرده بودند و با پول اجاره‌ای که از دکانداران سیر می گرفتند ضرر کشتی بر وقت غنداشته خود را دوچند کرده می برآوردند. این قطعه سر تا سر از شمال به جنوب بر رسته ها جدا کرده شده بود. در دو طرف آن رسته ها با بریا و خادچه ها کپه مانند دکانچه ها ساخته بودند که بعضی آن دکان ها چایخانه، بعضیشان آشخانه، ماهی پزی و مانند اینها بودند. ما سر تا سر این رسته ها را سیر کرده برآمدیم، اما با فکر من چنان رسید که اینجا غیر از بازاری عادی دیهاتی دیگر چیزی نیست و من حیران بودم که مردم در اینجا چی چیز را تماشا می کرده باشند. اگر جای تماشا همان چایخانه ها و آشخانه ها باشند، بهترین اینها و آزادترینشان در رسته های خود غژدوان یافت می شوند که هر روز گشاده بودند. حتی چایخانه بازارچه سری پوری ایشان که به حوری ما نزدیک بود از این چایخانه ها خوبتر، خوشنماتر و به سبب پیشش سرحوزدار و درختزار بودن از اینها خوشهواتر بود. من از این حال دلتنگ شده به ابراهیم خواجه گفتم: آخر ما را به یگان جای تماشا کردنی برید؟ بسیار خوب گویان او ما را در آخری همین قطعه بیرون از رسته های بوریا پیچ به زیر دیواری برد که آن دیوار این قطعه را
از راه کلان مدرسه چوبین و پل بلندی جوی خواجه هامانی جدا می کرد. در زیر این دیوار هر جا مردم دوره گرفته راست ایستاده بودند. راهبر ما را به هر کدام آن دوره ها برده یگان نشان داد. در بعضی آن دوره ها غرغرک بازی، در بعضیشان تسمه بازی، در دیگرشان قرطه بازی و مانند اینها بود که همه آنها قمار بازی بوده. کم شعورترین آدمان اطراف آنها را فرا گرفته بخت آزمایی می کردند و مبلغ ناچیزی را که باید با صد دشواری برای خرج سیر ذخیره کرده باشند در آنجا بای می دادند. اینجا هیچ جای تماشا نیست، گفتم به راهبر خود با آهنگی قدری ناراضیانه و خشمگینانه. تو مانند پدرت یک بچه هم دلتنگ و هم دشوار پسند بوده ای، گفت ابراهیم خواجه آتشین شده و بعد از دقیقه قدری نرم گردیده سخن خود را دوام کنانید. خوب بیایید تا شما را به بهترین جای این سیرگاه برم. او ما را باز یک بار دیگر از آن رسته های بوریایی گذرانیده به گوشه غربی شمالی آن سیرگاه برد. در آنجا یک سرحوض بود که در طرف شمالی وی دکانهای نان فروشی، حلواگری و میوه فروشی جای گرفته بودند. نانواها نردبانهای کلان تختگی را به درختان سرحوض تکیه کنانده مانده، بر روی پایه های آنها کلچه های کلان شیرماری دوبیزه غژدوان را نظر ربا کرده چیده بودند. حلواگرها هم قطی های پر حلوا را از نشیب به فراز پس و پیش چیده روی حلواهاشان را با کاغذهای زرحل زیب داده بودند که خیلی اشتها آور می نمودند. به طرف شمالی راهی پیشی سرحوض پلچه‌ای بود که به بالای وی مزار خواجه درویش که این سیر هر سال به شرف وی برپا می گردید بنا یافته بود و در صفه طرف شرقی سرحوض یک چایخانه بالا گشاده برپا شده بود. من در اینجا هم یک چیزی قابل تماشایی ندیدم. درست است که کلچه های شیرمال و حلواهای زرحل پیچ خیلی دلکش می نمودند، اما اگر پول باشد به قدری در کاری از اینها خریده برده در خانه خوردن هم ممکن بود. برای این به سیرگاه آمدن حتی سیر تشکیل کردن هم لازم نبود. لیکن من این فکر خود را به راهبر که نوکک مرا به دلتنگی و دشوار پسندی عیبدار کرده سرزنش نموده بود نگفتم. اما شاید او به این فکری من از وجاهتم پی برده باشد. اصلی سیر شبانه برپا می شود. حالا مردم فقط گردش کرده خوراک می خورند و چای می نوشند، گفت و علاوه نمود. ما هم چیزی خریده خورده به منزل رویم، شبانه باز می آییم. راهبر به 8 پول 2 کلچه شیرمال خورد، به نیم تنگه حلوای روغنی زرحل پیچ خریده ما را به چایخانه سرحوض برد. ما در آنجا چای فرموده به خوراک خوری در آمدیم. در پایان صفه به میدانچه مداح معرکه گرفته به مردم از فضایل خواجه درویش گپ میزد. نظر به قول مداح، خواجه درویش آدمی قشاق بوده است. با همه این خود گرسنه گردد هم هر چیزی که در دستش افتد به مداحان و گدایان صدقه می کرده است. حتی در زمستان در یک روزی پربرف و باران با یک قد جامه به کوچه برآمده است. در کوچه به معرکه مداح راست آمده است که او جامه طلب می کرده است. خواجه درویش جامه خود را به آن مداح داده خود در آن سرمای سخت با تنی به کرته به خانقاه خود رفته است. مداح در پس این حکایه خود از مردم اول جامه
بعد از آن تنگه و از همه آخر پولی سیاه طلب کرد. همه یک چیز دادند. در خطار مردم ابراهیم خواجه هم به مداح یک تنگه داد. من از این کار او در حیرت افتادم، زیرا پدرم می گفت که ابراهیم خواجه با صدقه مردم زندگانی می کند. بنابراین از او پرسیدم شما چرا به مداح پول دادید؟ او به من نگاهی تبسم آمیزی معنیداری کرده گفت مگر در دل تو گذشت که این پول را به مداح از 3 تنگه‌ای که پدرت به من برای خرج سیر تو داده بود دادم؟ این طور نیست. من این پول را از کیسه خود دادم. با این ایضاح ابراهیم خواجه شبهه و حیرت من درباره جوانمردی و سخیگی او هنوز برطرف نشده بود و حالا هم به او با نظری سؤال و تعجب نگاه کرده می ایستادم. مگر او از این کیفیتی من پی برد که به ایضاح اولیش علاوه کرده گفت مردم را به کاری خیر و صدقه دهی یاد دادن در کار است. به مداح پول دادنی من که به سرم سله سفید هست به مردم عبرت و نمونه می شود و اگر به مداح صدقه دادن لازم نمی بود این کس که ملا ایشان و صدقه خور هستند به او پول نمی دادند می گویند و به قدری توانستنشان به این کاری خیر همراهی می کنند. در جنوبی مرکز خیژدوان و نزدیک به آن دیهی بود که وی را پهنموزه می نامیدند. بیشترین کلانسالان آن دیه مداح و خردسالهاشان مداح بچه بودند. مداحان چنان که مثالش در بالا نشان داده شد در بازارها و سیرگاهها معرکه گرفته حکایتی عاید به خرافات دینی کرده صدقه می طلبیدند. مداح بچگان در چایخانه ها به دوره چای نوشان نشسته سرودخوانی کرده پول می غنداشتند. بعد از تمام شدن معرکه مداحی 2 مداح بچه با یک پیشخوان در آن چایخانه پیدا شدند. مداح بچگان تخمیناً 16-17 ساله بوده، پیشخوانشان 25-26 ساله می نمود. اینها به هر دوره چای نوشان که می آمدند بچگان در دوره می نشستند، پیشخوان راست ایستاده یگان سرودی سر می کرد. بچگان به او هم آواز می شدند، اما نه بچگان و نه پیشخوان آن سرود را پره نمی خواندند و به آخر نمی رساندند. همین که پیشخوان سر کرد و بچگان سرود را از دهان او گرفته سرودند پیشخوان به طلب می در آمد. طلبی او هم 1 درجه دغلانه بود. مثلا می گفت کنی کیسه کاوید سرفه کنید، انعامتان باید موافقی بروتتان باشد. اوی جوانی توتی برود، چرا نتقتان نمی براید؟ و مانند اینها. بعد از آن که چای نوشان از شرم یا با دلالت یکدیگر یا اینکه از شلحگی پیشخوان به جان آمده 1 چیز نیم چیز دادند پیشخوان می گفت ای دست پروردگانی خواجه جهان خواجه عبدالخالق خیژدوانی، من از بخارا با نیت خیری به شما مهمان شده آمدم. من میخواهم امسال به حج روم. مرا جور جولک می نامند که در گذری مداحان بخارا زندگانی می کنم. تا حال شما به من هر چیزی که دادید برای خاطر این جوان خوش آواز بود و آن چیزها حق این هاست. اکنون من برای خدا، برای خرج راه مکه مبارک برای خود می طلبم. بعد از موسم حج کدامی از شمایان که برای کار خود به بخارا رود 1 سری قدم به گذری مداحان رفته پرسد که من به حج رفتم یا نی؟ اگر کسی گوید که جور جولک حج نرفته است، هر کدامی از شما که
در اینجا به من 1 تنگه داده است، از من 10 تنگه کرده گیرد. البته مردم به پیشخوان باز یک چیز دادند. به من سرودخوانی مداح بچگان خیلی خوش آمده بود. حقیقتا هم آنها خوش آواز و خوشخوان بودند. حیفا که پیشخوانی ناانصاف به درستتر خواندن آنها راه نمیداد. با طلبی پی در پی و پلغنداری همه را به جان می رساند. ما بیگاهی به منزل رفتیم. در آنجا طرفهای دارو جای کرده را مانند آفتابه های کلالگری بالای هم چیده مانده بودند. بعد از 1-2 ساعت در آنجا یازیدن باز به سیرگاه آمدیم. در چایخانه ها و دوکان ها شمع های کلان می سوخت. در میدان ها اغرها را پری روغن کرده، در وی لطه کهنه گذاشته در گرانده بودند که مشعلبار اطراف را روشن می کرد. ما چراغانی سیرگاه را گردش کرده برآمدیم. ابراهیم خواجه به ما 1 شده موشک کاغذی خریده داد. در این وقت در میان مردم طرف بازی سر می شود، گویان هیجان و غلغله پیدا شد. ابراهیم خواجه ما را به بالای تلچه برآورد. به بالای تل غیر از مزار خواجه درویش باز 1 خانچه دیگر بود که در قطار عمارت مزار بنا یافته بود. در بین مزار و خانچه 1 درخت توت بود. از ترقش در خانچه پرتوی ضعیفی چراغی خیره‌سوز بیرون می افتاد. ابراهیم خواجه ما را در پیش آن خانچه، در جایی که از آنجا سرحوض و دکانهای نانواری، حلواگری و میوه فروشی می نمودند شنانده، طرف بازی در اطراف همین سرحوض سر می شود. در آنجا بودن شمایان خوفناک و در وقتی طرف بازی ترسیدنتان یا اینکه در زیر پای مردم مانده پخش شدنتان ممکن است. در اینجا بی آزار و بی ترس و بیم طرف بازی را به خوبی تماشا می کنید، گفت و از کیسهش 1 قوطی گوگرد برآورده به جیان خود حامد خواجه داده علاوه نمود. اگر تا سر شدنی طرف بازی دلتان تنگی کند، گاها از موشک 1 دانه‌اش را درگیرانده بازی کرده شنیدم. ابراهیم خواجه رفت. حامد خواجه گوگرد زده یکی از موشک ها را درگیراند. همین که آوازی قرصاصی موشک برآمد، از خانه هم آوازی جانکاهی وای مردم گفتنی چند کس یک بار بلند شد و دری خانه گشاده شده از آنجا چند کس بیرون آمد. ما ترسیده گریختیم. من خود را به درون بینای مزار گرفته پنهان شدم. حامد خواجه که به طرفی دیگر گریخته بود به دست افتاد. از خانه برآمدگان او را گوش کشک کرده 2-3 تارسکی برویش زدند و بعد از توبه دادن حامد خواجه از موشک پرانی خودشان باز به خانه در آمده در را بستند. من آهسته از مزار برآمده پیش حامد خواجه آمدم. او هنوز گریه می کرد و مرا دیده از شرم باید باشد خاموش گردید و به من بیا بینیم که در این خانچه کیهایند و چیکار می کنند گفت. ما پیش خانچه رفته از ترقیشی در پاییدیم. در آنجا 3-4 کسی رنگ کنده نشسته بودند. در پیش هر کدام آنها بروی روی مالچه چرکین قندلات، مویز و حلوا بر این چیزهای شیرین بود. در یک طرف یکی از آنها چیزی را در کاسه فشار می‌داد. همه اینها سری خود را خم کرده و چشمانشان را پوشانده می نشستند. کسی هم که در کاسه چیزی را فشار می‌داد سرخم و چشم پوشیده بود. بعضی از اینها بی آنکه سرش را بردارد
یا چشمش را کشاید، مگسوار صدای غینگ غینگی ضعیفی می برآورد. دیگری از آنها در همان وضعیت و با همان صدای غینگ غینگ او را جواب می داد. معلوم بود که اینها با هم خاموشانه صحبت دارند، اما چی گفتنشان آن طرف ایستد، صداهاشان هم روشن شنیده نمی شد. حامد خواجه بی آنکه آواز برآورد از دست من گرفته اشارت کرد که به جای خود برویم. چون به جای خود رفته نشستیم، او به من: اینها کوکناری بودند. آن چیزی که در کاسه سلایه می کنند مالیش می دهند غوزه کوکنار است که وی را پخش کرده آبش را نوشیده کیف می کنند. گفت: تو از کجا می دانی که اینها کوکناری و آن چیز کوکنار است؟ من از او پرسیدم. من می دانم. من در غشتی همراه تقاییم کوکنارخانه را دیدم. تقاییم یکی از آنها را که بیمار شده بوده است برای خواندن رفته بود. گفت و علاوه کرد: اینها از آوازی بلند می ترسند. تو تماشا کن که من از اینها چه نوع نقار خود را می گیرم. حامد خواجه شده موشک را در بغل کرده رفته به درختی توت برآمد و به نوک یک شاخ بلندی وی شده را آویخت. بعد از آن از کیسه‌اش گوگیر برآورده نوک ریسمان شده موشک را آتش داد و خود زود فرآمد و مرا اشاره کرد که هر دو از کوکنارخانه دورتر رفته پنهان شده نشستیم. بعد از دقیقه آتش ریسمان به موشک رسید و صدای قرصاصی وی برآمد. باز کوکناری ها مانند اوله فریاد کنان بیرون دویدند و هرچند هر طرف را کافتند، از موشک پران اثری نیافته حقارت کنان به خانه در آمده در را بستند. بعد از رفتن کوکناریان حامد خواجه: گوری مادری اینها را نشان دادم گویام از شادی قیقاس میزد. موشک های کاغذی بریشته چنان گذرانیده شده بودند که در بین هر دو موشک به قدری یک بند انگشت ریسمان خالی می ایستاد. بعد از ترکیدن موشکی یکم، ریشته کم کم سوخته به موشکی دویم رسید. باز همان قرصاص، باز همان فریاد جانکاه و دویده برآمدن کوکناریان و باز همان قیقاس شادیانه حامد خواجه تکرار یافت. در ترکیدن موشکی سیوم باز همان حالت روی داد. من به حامد خواجه گفتم: اگر همین واقعه روی نمیداد، من از سیر درویش آباد چیزی را تماشا نکرده می رفتم. اکنون می توانم گویم که در سیر تماشایی کردم. شما گفتاری 14 را از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی. Thank you.